آیا میشه آدم مریض بشه بدون اینکه واقعا مریض باشه؟ داستان ما در زمانهای قدیم دنبال میشه، در زمانهایی که کلاً یک مکتب خونه بیشتر نبود و دیگه هم از هنرستان، دبیرستان و دبستان و مهد کودک هم خبری نبود. بچه ها هم عملاً فقط این راه رو داشتن که یا برن مکتب خونه و تحصیل کنن و بعدش خودشون یا یه عالم بشن یا این که برن معلم تو همون مکتب خونه بشن. البته خیلی ها هم بودن که از همون دوران کودکی در کوچه و خیابون ها بازی می کردن و رسم تجارت رو با شاگردی برای بزرگترا از همون دوران کودکی یاد می گرفتن. ولی خب تو داستان ما چند تا خانواده که اتفاقا با همدیگه رابطه خوبی هم داشتن انتخاب میکنن که بچه هاشون رو بفرستن مکتب خونه. اما اون بچه های تفلکی اصلا دلشون نمیخواست برن مدرسه و چون بچه هم بودن میخواستن که فقط برن کوچه تا با بقیه همسن و سالاشون بازی کنن. اما خب خانواده هاشون تحصیل رو به عللی تللی توی کوچه ترجیح دادن. از طرفی هم بچه ها از مکتب خونه میترسیدن. دلیل ترسشون هم چیزی نبود جز معلم مکتب. تو اون زمانا مرسوم بود که معلما بچه هاشون رو به خاطر بی‌نظمی، بی‌ادبی، بی اجازه حرف زدن و تکلیف انجام ندادن و کلاً یه سری کارهای دیگه که نشون دهنده مسئولیت پذیر نبودن بچه و بی‌ادبی اون میشد جریمه کنن و اونا رو بزنن. بچه های داستان ما هم که چون خیلی علاقه داشتن که شیطنت کنن میدونستن با رفتن به مکتب خونه کارشون ساخته است. هر چقدر بچه های داستان ما تلاش میکنن نمیتونن خانواده هاشون رو راضی کنن که به مکتب خونه نرن. یه چند وقت میگذره و حالا دیگه بچه ها دارن به مکتب خونه میرن. یه چند وقت دیگه هم میگذره که شروع کردن به درس خوندن. ولی خب اونا که علاقه‌ای به درس خوندن نداشتن. سر همین همیشه از زیر درس خوندن در میرفتن و به همین خاطرم همیشه با معلمشون به مشکل میخوردن. معلمشون هم از شانس بدشون یه آدم مسن و کم اعصاب بود و اصلاً با ترحم با کسایی که قوانین مکتب خونه رو میذاشتن زیر پا برخورد نمی‌کرد. رسم تو اون دوران بر این اساس بود که اگه معلم مکتب مریض میشد یا به هر دلیلی نمیتونست که خودشو برای تدریس در مکتب آماده کنه، مکتب خونهشون تعطیل میشد، حداقل برای یه مدت کوتاه. ولی از شانس بد بچه های قصه ما معلم اونا هیچ وقت مریض نمیشد، بلکه همیشه هم سرزنده و آماده برای تدریس سر کلاس درس آماده میشد. یه روز معلم یه مکتب خونه دیگه مریض میشه و بچه های اون مکتب خونه میرن برای بازی توی کوچه ها. از قضا یکی از بچه های داستان ما هم از اون نواحی داشته میگذشته که یهو میبینه بچه های اون یکی مکتب دارن تو کوچه بازی میکنن و سر کلاس درس نیستن. ازشون میپرسه که چی شد که اومدن بیرون و اونا هم میگن که معلمشون مریض شده و نتونسته برای تدریس حاضر بشه. اون بچه هم وقتی که میرسه به مکتب خونه خودشون بچه های دیگر رو از چیزی که دیده باخبر میکنه. اونا هم همگی از این که چرا معلم خودشون یه چند روزی مریض نمیشه تا اونا هم بتونن یه چند روزی برن پی تفریح و بازی کنف میشن. یه مدت با همدیگه هم فکری میکنن و با هوشترین جمعشون یه ایده رو مطرح میکنه که بقیه رو متحیر میکنه. اون بهشون میگه که ما میتونیم معلممون رو مریض کنیم، ولی فقط باید یه امروز رو صبر کنید و بذارید تموم بشه تا بعدش فردا نقشمون رو عملی کنیم. امروز رو هم همتون باید خیلی منضبط باشین تا معلم ازمون راضی باشه که فردا به چیزی شک نکنه. خلاصه که فردای اون روز بچه ها همشون سر یه زمان خاص جلوی در مکتب خونه جمع میشن و منتظر میشن تا دونه دونه برن تو و نقششون رو عملی کنن. معلم اونا توی اتاق بغلی مکتب زندگی میکرد با همسرش. سر همین متوجه تجمع ناگهانی بچه ها جلوی در مکتب نشده بود. یه مدت میگذره
و اول اون بچه‌ای که از بقیهشون باهوشتر بود یه بار دیگه به بقیه گوشزد کرد که حتما چی بگن و به عنوان اولین نفر وارد مکتب میشه و به معلم میگه که سلام استاد. واه، خدا بد نده، مریض شدین استاد؟ نه، چطور مگه؟ آخه رنگ و روتون حسابی پریده. استادم که احساس ناراحتی خاصی نمی کرد، بی‌اعتنا به حرف بچه به اون میگه که حرف الکی نزنه و بره سر جاش بشینه. نفر دوم وارد میشه و اون هم بر میگرده به استاد میگه که سلام استاد، حالتون خوبه؟ چرا رنگ و روتون پریده استاد؟ استادم با شنیدن این حرف از بچه دوم یه ذره به شک میفته، ولی به بچه میگه که کاریش نباشه و بره سر کلاس تا اونم بیاد. استاد میره خودشو توی آینه‌ای که دم در بود میبینه. بازم متوجه چیز خاصی نمیشه. رنگش که به نظر طبیعی میومد، ولی اون از این حرف بچه ها یه کمی میترسه. بچه سوم و چهارم با هم میان تو و یه داستان حسابی سر هم میکنن. اونا با هم میگن که استادشون چقدر رنگ و روش پریده و به نظرشون باید استراحت کنه تا بهتر بشه. بعدش هم واسه این که پیاز داغ کارو زیاد کنن میگن که چند تا از همسایه هاشون هم دقیقاً همچین وضعی پیدا کردن و دکتر براشون استراحت تجویز کرد. استاد مکتبم بعد شنیدن حرفای اونا میگه که حالا که اونا بهش اشاره کردن یه ذره احساس بیرمقی و سردرد میکنه، ولی با این حال بعدش بهشون میگه که برن سر کلاسشون تا خود استادم بعدش بیاد. به همین ترتیب هر بچه با یه داستان از همسایه و یه تعریف خیالی از چهره و حالت فعلی استاد ارائه میکنه و کاری میکنن که استاد راستی تا آخرین بچه تمام حالتهای بدی که براش تعریف کرده بودن رو تجربه میکنه و از بیرمقی و کسالت گرفته تا حالت تهوع هر چی که فکرشو بکنید به سراغ استاد بیچاره میاد. وقتی که آخرین بچه هم میاد و دیگه میخواد درس رو شروع کنه، خودش احساس سردرد شدید میکنه و به بچه ها میگه که کلاس تعطیله و میتونن امروز رو برن استراحت کنن. ولی بچه ها ولکن قضیه نبودن و اصرار میکنن که حتما بمونن و درس خوندنشون رو ادامه بدن. استادم میگه که حالا که اینطوریه پس من فقط میرم اتاق بغلی که یه کمی استراحت کنم. استاد میره اتاق بغلی، حسابی با زنش دعوا میکنه که چرا یه ذره به فکرش نبود و بهش نگفتش که اینقدر حالش بده. زن بنده خدا هم نمیدونست چی شده که این یهو اینقدر حالش بد شده. بهش میگه که صبح که داشتی میرفتی سر کلاس که آخه این شکلی نبودی. ولی استاد دیگه گوشش به این حرفا بدهکار نبود و به زنش میگه که دیگه نمیخواد بهونه برای بی‌حواسیش بیاره و میره زیر چند لایه پتو تا بلکه بتونه یه کمی استراحت کنه. ولی بچه ها وارد فاز بعدی نقششون میشن و شروع میکنن به بلند خوندن درساشون تا معلم از دستشون کامل آسی بشه. معلم بیچاره هم که دیگه نمیدونست از سردردش باید چیکار کنه به بچه ها میگه که برن خونه و درس رو برای امروز کلن بیخیال بشن. اونا هم از خدا خواسته سری کتابا رو میذارن زمین و برای استاد آرزوی سلامتی میکنن و از مکتب میرن بیرون تا تفریح کنن. چند تا از پدر مادرها که از اومدن زود هنگام بچه هاشون به خونه تعجب کرده بودن ازشون دلیل زود اومدنشون رو میپرسن و اونا هم میگن که استادشون مریض شده. مادرای بعضی از اونا هم که به این قضیه شک داشتن میرن و از زن خود استاد میپرسن که آیا واقعا استاد مریض شده یا نه، که زن استادم تایید میکنه. خلاصه که استاد توی تختش خوابیده بود و آه و ناله میکرد. راستی باورش شده بود که مریض شده. سر همین به زنش گفتش که یه دکتر خبر کنه و وقتی که دکتر اومد ازش داروی سردرد و سرماخوردگی خواست. اما دکتر که معلم رو معاینه کرد مشکلی نمیدید. اول با دادن دارو مخالفت میکنه، ولی بعدش به اصرار خود استاد براش دارو تجویز میکنه و نتیجه کار این میشه که استاد این دفعه واقعا مریض میشه و خلاصه بچه ها یه هفته رو راحت بازی میکنه و استادشون توی اتاقش از درد و شدت مریضی شدیدش به خودش میلوله. اما بچه های اشتباهی میکنن. اونا
نمیتونن این قضیه رو مخفی نگه دارن. اونم فقط به این دلیل که از این کلکی که سوار کرده بودن خیلی احساس رضایت میکردن و سر همین پیش هر بچه‌ای که میرسیدن از نقششون اون رو هم باخبر میکردن و اینجوری میشه که آخر سر یکی از اون بچه‌ها میره به زن استاد قضیه رو تعریف میکنه و وقتی هم که استاد از این قضیه باخبر میشه به قدری عصبانی میشه که دیگه هیچ وقت حتی به موقع تعطیلی نمیذاره بچه‌ها برن و براشون جانشین استاد میذاره تا دیگه به سرشون از این فکرها سر نزنه.